سلام، در خدمت شما هستیم با آموزش تولید نهال گلدونی. اولین چیزی که ما نیاز داریم یه بستر کاشت مناسبه که نور کافی به قلم‌های شما برسه و دمای اونجا زیاد بالا و پایین نشه. خاکی که استفاده میشه خاک ماسه است، به خاطر اینکه بافت نرمی داره و قلمه به راحتی میتونه ریشه بزنه. قلم‌هایی که هرس میکنید نیاز داره که 4 تا جوانه یا 3 تا جوانه داشته باشه. همینطور که مشاهده میکنید به این اندازه باشه. این اندازه ها کاملا استاندارد هست. قلم ها رو میتونید 12 ساعت تا یه روز داخل آب بذارید. همین مقداری که مشاهده میکنید آب کافیه داخل ظرفتون باشه. حالا ظرف ها رو میتونید بزرگتر هم در نظر بگیرید. 12 ساعت تا یه روز میتونه داخل آب باشه و بعد دقیقاً نیمی از قلمه رو داخل خاک کنید، یعنی 2 تا جوانه رو داخل خاک کنید و 2 تای دیگه بیرون از خاک باشه. تقریبا بعد 20 روز تا 1 ماه